روزه کلمه فارسی بوده، در زبان عربی آن را صوم میگویند که در آیات قرآن و احادیث گوهربار پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم با این لفظ یاد می شود، یعنی با لفظ صوم یاد می شود. معنی صوم در لغت به معنی امساک، یعنی خودداری از چیزی است و در شریعت اسلام خودداری از خوردن و نوشیدن و همخوابگی با همسر و دیگر چیزهای فاسد کننده روزه است، از طلوع صبح صادق تا غروب آفتاب. روزه گرفتن در ماه رمضان یکی از رکنهای اسلام بوده، با دلیل‌های قطعی و روشن بر مسلمان عاقل و بالغ فرض عین شده است و کسی که فرض بودن آن را قبول نداشته باشد به اتفاق تمام فقها و مجتهدین از دایره اسلام خارج است و او را مسلمان شمرده نمی شود. و اگر فرض بودنش را قبول داشته باشد اما از جهت سستی و بی‌پروایی روزه نگیرد، فاسق و فاجر و بدترین انسان در پیشگاه خداوند به شمار می رود و ایمان چنین انسان در خطر است. و حافظ شمس الدین ذهبی رحمه الله می فرماید که به اتفاق تمام علما شخصی که روزه رمضان را به عذر ترک کند از شراب نوش و زناکار هم بدتر است. العیاذ بالله. دلیل های فرض بودن روزه از آیات قرآنی اینها است: خوب گوش اندازید و آن را به دیگران هم برسانید. خداوند در آیت 183 سوره بقره می فرماید: استعیذ بالله یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ای کسانی که ایمان آورده اید، روزه بر شما فرض شده است همان گونه که بر کسانی که پیش از شما بودند فرض شده بود تا پرهیزگار شوید. و در آیه 185 همین سوره می فرماید: استعیذ بالله شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. الآیه. یعنی ماه رمضان ماهی است که در آن قرآن همچون راهنما برای مردمان نازل شده است که شامل نشانه ها و دلیل های آشکار هدایت و جدا کننده حق از باطل است. پس هر کس از شما این ماه را در حضر، یعنی در وطن دریابد، باید که آن را روزه بدارد. روزه‌داری حکم شرع و سنت است، جزو رکن دین برای امت است. 11 ماه غرق بودی در گناه، فرصت است 1 ماه که برگردی به راه. با طلوع عطر ماه رمضان کن شکر خدای مهربان. ماه تسکین دل است، ماه سیام، گر ز دل باشد تراویح